سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیزان. امیدوارم که عالی باشین. عزیزان، اومدم تو این ویدیو بهتون آموزش بدم با این فر روسی که تو ویدیوی قبل بهتون آموزش دادم چطور بتونیم شنیون‌های خیلی خاصی درست بکنیم. شنیون‌های اروپایی پایین سر، شنیون‌های ریسه‌ای، جمع و باز یا هر دیزاینی که سلیقه خودتون باشه چطور بتونیم اینو مهار کنیم و شنیون انجام بدیم. ویدیوی قبل من کامل بهتون آموزش دادم که این فر رو با اتو چجوری درست کنین و بازش بکنین. موی قبلی که آموزش دادم یه موی کم حجم بود. موی این خانم یه موی خیلی معمولی بود، یعنی متوسط، که ما فرش کردیم، بازش کردیم، آماده کردیم برای شنیون. ببینید وقتی مو فر میشه، حالا چه با این تکنیک یا تکنیک های دیگه، راحت میتونید شنیون های خیلی خاص اروپایی درست کنین. تکنیکاش هم بسیار زیاده. من میخوام از ساده ترین تکنیک استفاده بکنم که براتون کاربردی باشه و بتونین برای شما عزیزانی که تازه وارد بازار کار شدید کلی شنیون خفن درست بکنید. عزیزان ببینین موهایی که بغل سر هست اینا رو رها میکنم، کاری بهشون ندارم. این ورم همینطور بغل سر رو رها میکنم. از پشت سر موها رو جمع میکنم بدون اینکه بچه‌ها فشار بیارم، یعنی اینو بکشم. همینجوری ببینید به همین صورت باید باشه. آروم جمعش میکنم تو نقطه 1. وقتی هم تو نقطه 1 جمع کردم اینا رو یه مقدار میکشم با دستم. من سعی کردم سمت ریشم زیاد فر نداشته باشه به خاطر اینکه میخواستم شنیون انجام بدم. اسپری رو من بدین. و با کش میبندم. این رو میکشم حالت طبیعی و شل باشه. اینم رها میکنم. از بغل سر این مقدار بچرخید. از بغل سر دوستان مو رو چند تا ببینین پیچ میدم. هر جا هم که احساس کردم که زیبا میشه مو رو میریزم با یه سنجاق موی نازک. البته آخر سر فیکس میکنم. فعلا اینو میزنم. بغل سرش هم چند تایی آویزون میکنم که حالت زیبایی میده. اینم اینجا رها میکنم. ببینید فرتون باید خیلی حالت طبیعی داشته باشه. من بغل صورت رو به همین صورت میذارم بمونه، بقیه رو میبرم به سمت آخر و در نهایت همه رو با یه سنجاق نگه میدارم. این مو که بلنده اگر میخوایم کوتاه بشه این انتهاشو ببینین سمت ریشه دور سنجاقمون میچرخونیم و میبریم به این سمت. اینم رها میکنیم، یعنی کوتاه میکنیم در واقع قدشو که اینجاها رو پر کنه. اون سمتش هم به همین صورت. سنجاق رو بر میداریم، سرش رو تا میکنیم به این صورت. بعد موهامون رو دقیقاً بالای کش فیکس میکنیم. تمام. اگر نیاز داشت میتونین از اسپری لابلاش استفاده کنیم به این صورت. اگر میخواین که پف داشته باشه این قسمت میتونین زیرش رو پوش زیاد بدین دوستان و بیارینش بالا. من الان چون میخوام دوباره باز کنم یه کار دیگه انجام بدم پوش نمیدم، ولی میتونین پوش بدین به این صورت دومسویتون بالا باشه. حتی میتونین دومسویتون رو تو نقطه 0.1 ببندی که اونم شنیون فوق العاده زیبایی میشه. از یه دیزاین برای این قسمت من استفاده میکنم
که اینم بازم سلیقه‌ایه. سنجاقشو میزنم که فیکس بشه. یه شنیون سریع و فوری و مردم پسند. در آخر کارم میتونین از اسپری شاین استفاده کنین و برای براق شدنش که فوق العاده موتون رو براق میکنه. این یه شنیون فوری شد. شما میتونین تمام فرایی که بهتون آموزش میدیم رو با این تکنیک اجرا کنین، جمع بکنین، یه شنیون جمع و باز فوق العاده زیبا داشته باشین. بریم که شنیون بعدی رو درست کنیم. دوستان، فری که برای این مو زدیم، فر با اتو رو حتما از زنی که تازه شروع به کار کردن و میخوان یه شنیون کار حرفه‌ای بشن چندین بار تمرین بکنین که میتونه عصای دستتون باشه. یعنی هر شنیون که یادتون رفت، هیچی تو ذهنتون نیست، سری مو رو فر کنین. با شنیونی که من بهتون آموزش میدم با این تکنیکا راحت میتونید فرم دلخواهتون رو به مو بدین. حالا میریم من یه شنیون ریسه‌ای درست کنم. یه شنیون‌های ریسه‌ای شنیون‌هایی هستن که باز هستن، جمع و باز هستن و به سمت پایین میان، جمع نمیشن به سمت بالا، از خود مو حالت اریب میان پایین. ما از بغل مو شروع میکنیم. ببینین از این بغل اون مویی که برای چتری هست نگه میداریم. بقیه مو رو خیلی شل، بچه‌ها خیلی محکم نگه ندارین. به این صورت پیچ میدم. حتی میتونین یه بافت بزنین دوستان. لابلاشو حتما میریزم. این پیچو میارم دقیقا اینجا و با سنجاق فیکس میکنم. این سمتش هم به همین صورت. وقتی که مو اومد اینجا و فیکس شد میتونین موها رو بکشین، یه مقدار بهشون حجم بدین. دوستان ریشه رو که پوش بدین حتما این سنجاقا محکم وای میسن. پس ببینید پوش ریشه چقدر مهم هست. میتونین یه مقدار ریزشی حتما داشته باشین. ببینید دوباره من مو رو پیچ دادم. ادامه موی بالا رو بهش وصل میکنم. میارم وسط، دوباره با سنجاق فیکسش میکنم. این شنیونم طرفدار خودشو داره بچه ها و اینکه حتما این شنیون رو کار کنین، تمرین کنین. خیلی آسونه. ببینید موها رو از بغل بر میدارم، میارم اینجا و مو اضافه بالا رم که از بالا اضافه مونده بهش اضافه میکنم، پیچ میدم و همین وسط زیر این یکی با سنجاق فیکس میکنم به پوش ریشمون. تو شنیون قبلی بهتون آموزش دادم تو فر که ریشه ها رو پوش بدین. این میشه تکیه گاه ما. من اسپری کمی میزنم چون میخوام باز کنم مدل‌های مختلف رو براتون اجرا کنم. سعی میکنم که از اسپری کم استفاده کنم. دوباره از این بغل مو رو برمیدارم، میام وسط، این مویی که بالا اضافه مونده بهش اضافه میکنم، این پایین فیکسش میکنم. لابلاش هم حتما بکشین. سنجاقتون هم حالت دوخت بزنین. این مویی که از بالامون اومده اینجا اضافه میکنم، میبرم این زیر. من فراموش کردم این بر مو بریزم، این چند تا مو را
این لابلا حتما دوستان بذارین که خیلی زیبا میکنه. هم که قدش بلنده من یه خورده قدش رو کوتاه میکنم با سنجاق، میبرم این زیر که این حالت ریزشی داشته باشه. اینم اینجا رها میکنم، دوباره از بغلا اینم آخری که از این بر میارم، یک مقدار بازم مو رو میریزم و اینجا تموم میکنم کارمو. یه مقدار من اینو میارم بالاتر، بقیه مو همینجوری نشر رو طبیعی میمونه. یه شنیون فوق العاده زیبا و جذابه که طرفدارای خودشو داره. میریم که دیزاینش کنیم و تموم کنیم شنیون رو. میتونیم از این ریسه ها استفاده کنیم، از ریسه های کوچیک‌تر هم هستش، میتونین از گلای ریز استفاده کنیم با توجه به سلیقه خودتون برای مشتری. من خودم لابلای این شنیون ها این ریسه ها رو خیلی میپسندم که هم سبکه دوستان و راحت روی مو نصب میشه. با یه سنجاق موی نازک میتونین این ریسه ها رو تا پایین ادامه بدین و کار کنین. سعی کنین دیزاینایی که توی مو استفاده میکنین از دیزاین های خیلی سبک استفاده کنین که هم به مو آسیب نرسونن، هم روی مو سنگین نباشن که تکنیکتون رو خراب نکنن، مخصوصا این شنیونای باز. میتونیم یه تیکم کوچیک‌تر رو به من بده، یه کوچولو هم اینجا بزن. در نهایت هم میتونید یه فیکس نهایی روی مو بزنین برای موندگاریش. من الان چون میخوام باز کنم خیلی فیکساتور استفاده نمی‌کنم. امیدوارم که این شنیون جذاب و دوست داشته باشین. حتما این شنیون رو درست کنین، برای من عکس فیلمش رو بفرستین. دوستان این شنیون رو من باز کردم، یه خورده پرش پیدا کرده، هیچ اشکالی نداره، اسپری ندارم که بتونم شنیون بعدی رو بهتون آموزش بدم. ببینیم با یه فرد چقدر دیزاینای قشنگی میتونیم بهمون بدیم. استایل اروپایی، پایین سر و تکنیکش هم که اروپاییه. خدمتتون عرض بکنم که میایم دوباره از بغل سر اگر میخوایم موی بریزیم رها میکنیم، همون ببینیم پیچ بغل سر رو من نگه داشتم تو شنیون قبلی، اینا رو رها میکنم. این سمت هم همینطور، اگر مویی میخوام بریزم حالت ریزشی داشته باشه و بعد مو رو تو نقطه یک جمع میکنم و با کش میبندم. ولی یادتون باشه زمانی که دارین کش میبندین اینجا رو شل نگه میدارین و با کش میبندیم. یه توضیح هم در مورد چتری هاش بدم. توی دقیقاً 2 تا مدل قبلی، در واقع از اون فر باز و 2 تا مدل بعدش 3 تا مدل، توی همه فرق وسط بود، همون فری که تو فرق وسط بهتون یاد داده بودم. همینجوری من رها کردم چون موهاشونم خورده، رها کردم، دیزاین خاصی بهش ندادم. همین حالت طبیعی خیلی زیبا خودش رو جلوه میده، نیازی نیست کار خاصی روی چتری انجام بدید. و موهای اینجا رو اگر میخوایم حجیم بشه از یه ابزار سیلیکون استفاده میکنم، سیلیکون باز. من یه خورده اینجا رو شل میکنم که حالت طبیعی تر داشته باشه. یه کوچولو وکس میزنم و بعدش هم اسپری، چون پرش داره، حالا نمیدونم توی دوربین دیده میشه یا نه، یه پرشای ریزی داره که چون ما شنیون رو باز و بسته کردیم. از یه سیلیکون باز استفاده میکنم. این سیلیکون رو ببینیم به این صورت جمع میکنم، میذارم اینجا، فقط جا باشه برای اینکه سنجاقامو بزنم دوستان.
یادتون باشه همیشه پایه سنجاقاتون رو محکم کنین که شنیونتون دوام داشته باشه. درسته که حالت طبیعی داره، نچراله و خیلی شل هست، ولی زیرسازمون حتما قوی هست. موها رو به دسته‌های مختلف تقسیم کنیم. من 3 دسته میکنم مو رو. پایینش گره خورده باز میکنم. این مو رو ببینیم به این صورت پیچ میدم، میارم اینجا سنجاق میزنم. دسته اول مو رو 2 تا قسمت میکنم، پیچ میدم همینجوری شل میارم بالا. تمام. دوباره این قسمت، اینم دسته دوم، اینم دسته سوم دوستان. دسته دومم 2 قسمت میکنم، یه پیچ میدم. بچه فر خودش باید باشه، حتما دقت کنین عزیزانی که دارین تازه کار میکنین. کشتون رو محکم بزنین، ابزارتون رو محکم بزنین، حتما سنجاقی که میزنین حالت دوخت داشته باشه. اگر ویدیو رو به ترتیب ببینین تمام زیرسازا، سنجاق زدن، ابزارها همه رو توضیح دادم. ویدیوها رو از وسط نیاین همینجوری رندوم نگاه کنین چون اصلا براتون کاربرد نداره. این سنجاق هم میایم اینجا میزنیم چون نکاتی که تو هر ویدیو گفته میشه تو ویدیوی بعدی واقعا کاربرد داره. اینا رو باز میکنم براتون ببینین به این صورت و ادامه مو رو میارم این سمت، باز هم سنجاق میزنم. ببینین الان من دستمو بردارم مو میریزه. چرا؟ چون 2 طرفش رو فقط سنجاق زدم. اینو میاریم بالا، حتما لابلاش حالت دوخت دوستان رو اون ابزاره. اون ابزاره پایه کارمونه. اگر احساس کردیم که بازم ممکنه بریزه، باز هم سنجاق تعدادش رو اضافه میکنیم. مقدار مویی که باقی مونده هم نگاه کنین، دوباره یه پیچ میدم و این فضای پایین سر رو با این پیچه پر میکنم. ببینین اینجا رو به این صورت من پر میکنم. قشنگ فرم شنیونم باید زیبا باشه. اگر موهایی که حالت ریزشی داره مثل این و بلنده، حتما با سنجاق مویی نازک که یه سمتش رو تا کردم میارم بالا و کوتاهش میکنم. خیلی نباید بلند باشه که آنورمال باشه. ببینید الان اینا خیلی دیگه زیادی بلنده. دوباره کوتاهشون میکنیم. به این صورت میپیچم دور سنجاق هم یه طرفش رو تا میکنم، به ریشه ما این زیر کوک میزنم. اینا کوتاه میشن و حالت طبیعی تر و زیباتری به خودشون میگیرن. برای فیکس نهایی حتما از اسپری استفاده میکنم. این موهایی که اینجا هستش اگر حالت ریزشی خوشگل داره همینجوری رها میکنم. اگر دیدم که زیبا نیست میتونم جمعش کنم. این شنیونم من با این برماریدای زیبا تزیینش میکنم. میتونین اگر که شنیون عروس هست یه تور اینجا آویزون کنین یا زیر کار بزنین با توجه به سلیقه خودتون. از دید من یه شنیون بسیار زیباست که برای عروس خانم هم میشه استفاده کرد، برای مجلس هم میشه استفاده کرد. من سایز مرواریدا رو ریز و درشت میزنم که قشنگ تر باشه. دارم بگیرین شما. نصب این مرواریدا خیلی آسونه چون زیرش سنجاق داره عزیزان و خیلی موندگاریش هم بالاست. میتونید داخل ماهاتون استفاده بکنید و واقعا خیلی زیبا شد. عزیزان دیدین که با یه فر ساحلی یا همون فر خیس ما 3 تا شنیون خیلی خاص درست کردیم که واقعا مشتری‌ها دوست دارن. اینو بهتون بگم که من سالها تو سالن‌های مختلف کار کردم، تجربه کاری زیادی دارم و سلیقه مشتری رو میدونم. الان این شنیون مدرن مشتری چیزی رو دوست داره که همه جا میبینه. بالاخره هر چند سال یه بار مد تغییر میکنه و الان چیزی که مشتری‌ها میخوان همیناست. عزیزانی که میخواین تازه وارد بازار کار بشین این فر رو تمرین کنین. شنیونش که بسیار آسونه، تکنیکایی که بهتون گفتم. ویدیوهای بعدی شنیون خیلی خاص‌تر هم بهتون آموزش میدم. حتما این شنیون رو درست کنین و برای من بفرستین.